ماشین رو نبردیم شهر شلوغ بشه و اینکه اینجا اغلب تاکسی هاشون ونه توی ترابزون ون ایتی 150 است. خیلی شیک و بزرگ و راحت میریم که بریم شهر. تاکسی های اینجا برد بگیم اینجا 150 بعد این دیار تنگی بخوریم اینجا آب سیب لیوان 150. میذاره ویدیو بگیرم. به به کباب ترکی، یه کباب ترکی بزنیم. حلوا علی معروف از سال 1900 نگشته بودن. بحث حلوا بود. چیزایی بود. این معروفه اینجا. این غذایی دیگه خیلی خوشمزه. من عکس نوشته کباب تانتونی سینی. اینجا هم موزه ترابزونه ولی مثل اینکه بسته است. ساعتشو زده دیگه است. 9 تا 6 فکر کنم یه چیزای دیگه ای زده 8 تا 5 نمیدونم حالا. موزه ترابزون. بچه‌ها شب ترابزونه میدون اصلی ترابزون نشستیم. اینجا قراره خاطر تیم والیبالشون جشن بگیرن. باقلوا گرفتیم. این 4 تا دونه باقلوا شده 200 لیر. 200 لیر به پول ما میشه 500,000 تومان. چایی هم 12 لیر. هم از مجسمه آتاتورک و میدون و شلوغی
بچه ها اومدیم مکدونالد ببینیم بالاخره برگرای اینجا خوبه یا برگرای ایران. منتظریم که غذامون بیاد. فضا اینجا خیلی قشنگه. با اینکه میاید یه دستگاه هست، دستگاه رو توش میزنید، تماما اول لنگویج انتخاب میکنید، انواع زبان رو به جز ایرانی داره به جز فارسی، عربی، ترکی، انگلیسی و زبان‌های دیگه. بعد سفارشتون ثبت میکنید، یه دونه از این اینتیک یعنی داخل رستوران میخواد بخواید کدش رو وارد کنید، میارید میذارید رو میز، دارن ازتون براتون میارن. من خوردم سایز من حالا لارجش هم گرفتم، یعنی کوچیک داشت، لارج داشت، بزرگتر هم داشت، ولی حجمش خیلی کم بود تا اینکه بزرگ بود. مزهش هم واقعا برگرای ایران خیلی خوشمزه تره، خیلی ولی بد نیست دیگه، یعنی خوب مزه بدی نداره ولی خوبی ایران نیست. بچه شهر قدیم ترابزون سال 1910 و اینم همین صحنه الان. خب اینم از قسمت نهم سفرنامه ترکیه. امیدوارم که این ویدیو لذت کافی رو برده باشین و اینکه در قسمت بعدی قراره که پاساژ گردی داشته باشیم، بریم پاساژ فروم توی ترابزون و اینکه از یه سری از مغازه‌اش دیدن می‌کنیم. اگه دوست داشتید میتونید توی قسمت بعد همراهمون باشید. ممنون میشم که کانال ما رو سابسکرایب کنید. تا درودی دیگر، بدرود.